اگه دوست داری همینقدر راحت 108 تا زدن یاد بگیری، پس این ویدیو برای تو. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنی. اولین کاری که میخوام انجام بدی، روی دوتا زانوات به حالت قورباغه‌ای وایسا و خودتو آروم به سمت جلو حرکت بده. این کار رو توی 3 تا 10 تایی انجام بده. کار بعدی که میخوام انجام بدی، به این حالت قرار میگیری روی زمین و اصلا قرار نیست که همون اول لگنتو به زمین بچسبونی. پای جلو خم و پای پشتی و آروم و ریلکس بکش. میخوام که بعدش خیلی راحت و تمرکزی بالا تنتو به سمت جلو متمایل کنی و تا اونجایی که میتونی این کشش رو وارد کنی. یادت باشه که هر جا که احساس کردی پات یا کمرت درد میگیره، حرکت رو متوقف کن و از اول شروع کن. بعد میخوام تو همین حالت که موندی پاتو همینجوری بیاری بالا و به باسنت سعی کنی که بچسبونی تا اونجایی که میتونی. اصلا خودتو اذیت نکن، چون تو تازه شروع کردی و قرار نیست که همون اول بتونی همه حرکات رو دقیق انجام بدی. بین حرکات سعی کن یه استراحت کوتاه داشته باشی. کار بعدی که میخوام انجام بدی، آروم مچ پاتو بگیر و به باسنت نزدیک کن. نمیخوام خیلی فشار زیادی وارد کنی. چند ثانیه تو این حالت بمون و این حرکت رو برای پای دیگت هم تکرار کن. حرکت بعدی، تو این حالت که قرار گرفتی، سعی کن برای هر تکرار باسنت رو به سمت زانوت هل بدی، خیلی آروم و با تمرکز. میخوام که این حرکت رو توی 3 تا 15 الی 20 تایی برای هر پات انجام بدی و به مرور زمان سعی کن که بیشتر به سمت پایین خودتو هل بدی. میخوام که همه حرکات رو با تمرکز و آرامش انجام بدی. توی این حرکت هم وقتی که داری پاهاتو خم میکنی، اگر دیدی که نمیتونی خیلی پایین بیای، اصلا اشکالی نداره. به مرور زمان که انعطافت بیشتر بشه قطعا بیشتر پایین میتونی بیای. این حرکت هم 3 تا 20 تایی برای هر پا انجام بده.